اگر شما علاقه‌مند به شارلیز ترون هستید، این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. در این ویدیو حقایق جالب و عجیب از زندگی شخصی و حرفه‌ای این بازیگر زیبا و سرشناس رو مرور می‌کنیم. قبلش اگر شما علاقه‌مند به دنیای جذاب سینما هستید و هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، این چنل رو سابسکرایب کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و زنگوله این چنل رو روشن کنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. شارلیز ترون بازیگر و تهیه کننده 45 ساله آفریقایی متولد 7 آگوست 1975 در یکی از روستاهای ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی متولد شد. شارلیز دختر بازیگوش پدری فرانسوی به نام چارلز ترون و مادری آلمانی به نام گردا ترون و تک فرزند خانواده است. شارلیز زمانی که فقط 4 سالش بود به کمک معلم انگلیسیش تا حدودی رقص باله رو یاد گرفت و وقتی 13 سالش شد به مدرسه شبانه روزی ژوهانسبورگ رفت و در مدرسه بین‌المللی هنر شروع به تحصیل کرد. شارلیز زمانی که 15 سالش شد پدرش رو در یک درگیری خانوادگی از دست داد. در 16 سالگی به کمک مادرش به سمت میلان ایتالیا و پاریس فرانسه برای مدل شدن رفت که بعد از چند سال تقلا دوباره به آرزوی کودکیش برگشت که رقص باله رو ادامه بده. ولی 18 سالش که بود زانوش به شدت آسیب دید و نتونست این حرفه رو ادامه بده. بعد از اون برای بازیگری به لس آنجلس آمریکا سفر کرد. از قضا یک روز در بانکی تهیه کننده سینمایی درگیری شارلیز رو با مسئول بانک میبینه و این اتفاق و پیشنهاد باعث ورود اون به دنیای بازیگری میشه. شارلیز ازدواج نکرده و هیچ فرزند همخونی نداره، اما در سالهای 1981 تا سال 2001 با استفان جنکینز خواننده یک گروه موسیقی رابطه داشت. بعد از اون بین سالهای 2001 تا سال 2010 با همبازی خودش در فیلم در دام افتاده به نام استوارد لاو نسنت رابطه داشت و آخرین رابطه عاشقانه اون در سال 2013 با ژان پن بازیگر آمریکایی شروع شد و 1.5 سال بیشتر دوام نیاورد. در سال 1997 در فیلمی به نام کاری که میکنی ظاهر شد و همین نقش کوتاه اون در این فیلم باعث حضور اون در فیلم‌های بزرگی شد. خانم ترون تا به امروز و پایان سال 2020 در 49 فیلم نقش آفرینی کرده و تونسته 51 بار نامزد دریافت جایزه از جشنواره‌های مختلف سینمایی و 25 بار موفق به کسب جایزه بشه. همچنین اون جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو برای فیلم هیولا دریافت کرده. علاوه بر افتخارات سینمایی این بازیگر، اون سومین زن زیبای جهان در سال 2012 به انتخاب مجله پیپل شده. همچنین در سال 2013 و 2014 جزو زیباترین زنان جهان در لیست سایت هالیوود بیزی قرار گرفته. میدونستید شارلیز ترون بیشتر علاقه به یک رابطه طولانی داره و هیچ علاقه‌ای به ازدواج و تشکیل زندگی نداره؟ میدونستید ترون از پردرآمدترین بازیگران زن هالیووده و برای هر فیلم بالای 10 میلیون دلار دستمزد میگیره؟ میدونستید شارلیز ترون وقتی جایزه اسکار رو دریافت کرد توسط نلسون ماندلا به خونش دعوت شد و اون برای اون یک مهمونی بسیار باشکوه گرفت؟ میدونستید شارلیز ترون در کارهای خیریه خیلی فعالیت میکنه و سعی میکنه به بیماران ایدز، مالاریا و سیل کمک کنه؟ میدونستید شارلیز ترون سرپرستی و مادرخوندگی یک پسر به اسم جکسون و دو جنسه‌ای به اسم آگوست رو به عهده داره؟ میدونستید ترون بیماری عجیب OCD داره و اگر جایی نامرتب باشه اونقدر اونجا رو تمیز و مرتب میکنه تا شما کلافه بشید؟ میدونستید برادر ناتنی شارلیز در سال 1997 و در 22 سالگی در اثر تصادف از دنیا رفته؟ میدونستید ترون برای اینکه بتونه سیگار کشیدن افراطیش رو ترک بکنه از هیپنوتیزم استفاده کرده و موفق شده؟ میدونستید زبان مادری شارلیز ترون انگلیسی نبوده و تا قبل از اینکه اون بخواد وارد دنیای مدلینگ و بازیگری بشه هلندی آفریقایی صحبت میکرده؟ میدونستید ترون در کودکی بیماری زردی داشت و به خاطر مصرف داروهاش دندوناش پوسیده میشن و تا 11 سالگی چند تا دندون بیشتر نداشت؟
میدونستید مرلین مونرو و بیتی دیویس از بازیگرانی هستن که شارلیز ترون در نوجوانی به اونا خیلی علاقه داشت و همیشه از اونا الهام میگرفت؟ میدونستید پدر شارلیز الکلی و بددهن بوده و توسط مادر شارلیز در یک نزاع خانوادگی کشته شده؟ میدونستید عکسای برهنه شارلیز ترون در سال 1998 در مجله پلیبوی منتشر شده؟ میدونستید ترون مدل و چهره اختصاصی اتکلون فرانسوی ژی دور دیور هستش و سالانه 2 میلیون دلار ازش درآمد داره؟ میدونستید شارلیز ترون در فیلم ایو اند فلاکس که فیلمی اکشن بود و بدلکاری زیادی داشت، گردنش به شدت زخمی شد و روند فیلمبرداری اون فیلم رو به تعویق انداخت؟ میدونستید شارلیز ترون از موتورسواری لذت میبره و خودش یه موتورسیکلت مدل هارلی دیویدسن سوار میشه؟ میدونستید دارایی خالص شارلیز ترون تا سال 2021 135 میلیون دلار تخمین زده شده؟ میدونستید ترون حامی حقوق حیواناته و این مسئله خیلی براش مهمه؟ میدونستید ترون تمام صحنه‌های بدلکاریش در فیلم اتمیک بلوند رو خودش انجام داده و از 8 مربی رزمی کمک گرفته؟ میدونستید قد ترون 177 سانتی متر و وزن اون 62 کیلوگرمه؟ میدونستید تام هنگس بازیگر مورد علاقه شارلیز ترونه و خیلی دوست داره باهاش همکاری داشته باشه؟ میدونستید ترون فیلم رندر گیمز رو که با بن افلک همکاری داشته از بدترین فیلم‌های خودش میدونه؟ میدونستید ترون حامی پروپاقرص همجنسگراهاست و در جای گفته اگر ازدواج اونا در آمریکا آزاد بشه اونم ازدواج میکنه؟ میدونستید شارلیز ترون اولین بازیگر آفریقایی تباره که موفق به کسب جایزه اسکار شده؟ و میدونستید شارلیز ترون با وجود اینکه از سال 1997 وارد سینمای هالیوود شده بوده تا سال 2007 شهروند آمریکایی به حساب نمی اومده؟ در این ویدیو سعی کردیم بیوگرافی مختصر و حقایق جالب و عجیب از زندگی شخصی شارلیز ترون رو با شما مرور کنیم. امیدواریم از این ویدیو لذت برده باشید و لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر شما طرفدار بازیگر یا کارگردان خاصی هستید، زیر همین ویدیو کامنت کنید. خوشحال میشیم شما هم موضوعات ویدیوهای این کانال رو انتخاب کنید و با ما همکاری داشته باشید. در انتهای این ویدیو 2 ویدیوی جذاب سینمایی دیگه از همین کانال رو خدمت شما پیشنهاد میکنیم.